دو موضوعات موضوع رزاقیت نگفتیم، راست میگه از سوره کهف تا سوره فاطره موضوع رزاقیت یعنی رحمان الله تبارک و تعالی است. روزی را او داده، الله تبارک و تعالی کسی دیگری روزی داده نمیتونه. از امو خاطر است که 4 موضوع در سوره فاتحه آمد. هر 4 موضوع در بسم الله الرحمن الرحیم است. بسم الله که گفتیم به نام الله شروع میکنیم، یعنی خالقم الله است. یکی. خب دوم موضوع تربیت در بسم الله الرحمن الرحیم در رحمان ذکر شده، چرا که تربیت و رزاقت هر دویش یکی با دیگر لازم است. تربیت یک کسی وقتی میشه که تو تربیت جسم و روح هر دویش بکنی و تربیت روح توسط رحمان شده و همچنان در اینجا مضمون برکت هم است، چرا که مضمون برکت هم است به خاطر که در الرحیم الله تبارک و تعالی برکت هم بنده ها میده و مضمون آخرت هم در کلمه رحیم ذکر شده، چرا که در اونجا رحم الله خاص است برای مؤمنان، برای کفار نیست. پس در حقیقت موضوعات سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم ذکر شده به طریق اجمال، از او خاطر بسم الله را قبلا هم ذکر میکنه. دوم است که تلاوت قرآن یا ترجمه و تفسیر و تعلیم قرآن یکی از امور خیلی مهم است. در این جگه استعانت الله توفیق الله نباشه دیگه هیچ انسان کامیاب شده نمیتونه، چرا که برکت الله تبارک و تعالی مندازه. و بسم الله الرحمن الرحیم از این خاطر در اول سری قرآن کریم گفته، به خاطر که ما استعانت از الله تبارک و تعالی طلب کنیم، چرا که ترجمه قرآن کریم یا درس قرآن هم بدون استعانت الله تبارک و تعالی نمیشه. سوره فاتحه را شروع میکنیم. در سوره فاتحه قبل از اینکه ما و شما بیان بکنیم که سوره فاتحه تفسیر و موضوعاتش چی است، فضیلت یا مقام سوره فاتحه را بیان میکنیم. سوره فاتحه افضل ترین سورت هاست. یقینا در مورد فضایل سورت ها احادیث مختلف میاد، بعضی احادیث خیلی ضعیف هم می باشه، لیکن در مورد سوره فاتحه احادیث خیلی قوی وجود داره که مقام و منزلت سوره فاتحه را برجسته می سازه. سوره فاتحه یکی از جمله فضیلتایش یا اهمیتش نمیسته که در اول سری قرآن کریم ذکر میشه و ایرا الله تبارک و تعالی در نماز ضروری کرده که هر رکعت نماز باید سوره فاتحه خوانده شود. از امو خاطر است اگر یک انسان کل قرآن کریم در نماز خود بخونه سوره فاتحه را نخونه نمازش نمیشه، اما سوره فاتحه کفایت برای دیگر است، از او خاطر اهمیت بیشتری داره. دیگه است که سورتی است که 2 مرتبه به نسبت بعضی روایات نازل شده، یک مرتبه در مکه و یک مرتبه در مدینه منوره. از نامایش معلوم میشه فضیلت این سورت که چقدر ناما داره و هر نام دلالت بالای یک فضیلت و مقام و منزلت سوره فاتحه داره. سوره فاتحه 5م سورت است که به طور مجموعی و کلی نازل شده، 5م سورت است، اگرچه به طور مجموعی اول سورت است که نازل شده، اما در اصل نزول خود که دیگه آیات از این پیش نازل شده این در مرتبه 5م قرار داره. بعد از قبل سوره سوره فاتحه قبل سوره لهب و بعد سوره مدثر نازل شده، دارای 22 نام است که ما از نامای از این فضیلت این سورت برای ما خیلی خوب واضح میشه. یک نام این سورت به نام سوره فاتحه یاد میشه. فاتحه از 2 معنا داره، به معنای غلبه و گشادن و هر 2 معنا مناسب سورت است. اگر معنای گشودن بگیریم فاتحه را به خاطر فاتحه میگه از 2 وجه، یکی آغاز تلاوت یا شروع قرآن کریم از همین سورت میشه، پس گشودن قرآن کریم توسط این سورت میشه، از او خاطری سوره فاتحه میگه. یا گشودن به خاطر میگه که هر کسی مطالب و معانی و مقاصد سوره فاتحه را یاد بگیره دروازه گشوده میشه به علوم قرآنی دیگه، یعنی دیگه علوم قرآن کریم برای فراگیریش خیلی آسانی نصیب میشه. یا فاتحه از فتح از غلبه گرفته شده، فاتحه را بر خاطر فاتحه میگه که هر کسی مطلب و مقصد سوره فاتحه را بدانه مثل که سر کل قرآن کریم غلبه حاصل کرده باشه. یکی یا است کسی که مطالب سوره فاتحه را یاد بگیره در مقابل دشمن بالکل غلبه حاصل کرده، دشمن نمیتونه این آدم منحرف بسازه از نگاه عقیده و عمل. کسی که واقعا مطلب و مقصد سوره فاتحه را فرا بگیره از او خاطری را به نام سوره فاتحه یاد میکنه، یا مقام و منزلت سوره فاتحه را خیلی بالا میبره. سوره را به نام سوره حمد یاد میکنه. حمد ثنا گفتن الله را میگه، در اینجا ابتدا و آغاز توسط حمد شده
که میگیم الحمدلله. یعنی در اینجا صفات کامل یا ثنای کامل الله تبارک و تعالی گفته شده. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کلش صفاتای الله تبارک و تعالی است. از او خاطر سورت به نام سوره حمد میگه. این سورت به نام سوره شکر هم یاد میکنه. چرا؟ به خاطری که شکر سپاسگزاری یا قدردانی یک کسی را که نعمت بری تو کرده، احسانی که بری تو کرده، تو قدرش میکنی، این را به نام شکر یاد میکنه. این شکر سه قسم است. یکی که در دل تعظیم یا بزرگواری کسی را داشته باشی، این را شکر قلبی میگه. یکی که به زبان خوبی از او را بیان کنی در پیش مردم، این را شکر لسانی میگه. یکی است که توسط اعضای، مثلا توسط دست پایپوش از او را جور میکنی، قدرش میکنی، اینی را به نام شکر چیست اعضا میگه. خب بزرگترین مرتبه از شکر زبانی است. چرا که زبان وقتی که توسط لسان تو ثنا و صفت یا قدر کسی را میکنی، این خیلی واضح است، مردم هر کس درک میکنه، معلوم میشه، برش خبردار میشه. از او خاطر شکر لسانی قوی است از دیگه شکرها کرده. شکر قلبی به الله معلوم است. تو که قدر و منزلت کسی را در دل داری، غیر از خودی دو الله دیگه کس چیست معلومات نداره. او شکر عملی گاهی وقت از خودی آدم پنهان می باشه. تو قدری مرا کردی، من ندیدم که پای پوش مرا تو برابر کردی. از امو خاطر این مرتبه شکر در مرتبه شکر لسانی نمیرسه. در شکر لسانی مخاطب آگاه میشه، خوبی از او را تو بیان کردی، مدحش کردی، از او خاطری بهترین مرتبه شکر است. از او خاطری سوره را به نام سوره شکر هم یاد میکنه. سوم نامی از این سورت به نام سوره صلات میگه. سوره صلات به خاطر میگه که پیغمبر علیه السلام در یک حدیث که حدیث قدسی از الله تبارک و تعالی نقل میکنه، الله تبارک و تعالی میفرماید قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، من نماز دو نصف کردم در بین خود و در بین بنده ما. یعنی یک حساب برای ما است، یک حساب برای بنده است و یک حساب مشترک است در بین ما و از او. از الحمدلله تا مالک یوم الدین از صفاتای الله است. از در ایاک نعبدو و ایاک نستعین مشترک است. ایاک نعبدو خاص عبادت برای الله تبارک و تعالی است و ایاک نستعین بخش بنده است که از الله طلب امداد میکنه. بعد از او بخش بنده میشه اهدنا الصراط المستقیم. از همون خاطر الله میگه که هر چیزی که بنده ما از ما میخواه ما او را قبول میکنم، یعنی میپذیرم، برش میدم. از او خاطر این صورت به نام صورت صلات هم یاد کرده. معلوم شد که مراد از کلمه صلات سوره فاتحه بوده که الله تبارک و تعالی گفته که من نماز دو تقسیم کردم، یعنی سوره فاتحه را دو تقسیم کردم در بین خود و بنده ما. از او خاطری را سوره صلات هم میگه. سوره شفا میگه. عبدالملک ابن عمیر به طریق ارسال نقل میکنه از پیغمبر علیه السلام یک حدیثه که میگه فاتحه الکتاب میگه شفا از برای کل درد و دواسته. فاتحه الکتاب کتاب شفاء من کل داء. فاتحه الکتاب شفا است از هر نوع درد و بیماری. معلوم شد که سوره را به نام شفا به خاطر میگه که یام ذریعه شفا برای هر درد است. از او خاطری را سوره شفا هم میگه. و سوره رقیه برش میگه. سوره رقیه دم کردن میگه. توسط از صحابه کرام مختلف مرضا را دم هم کرده. در یک روایت که از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است، او میفرماید که ما در یک سفر بودیم، در یک منطقه رسیدیم و مردم طلب چیزی را کردیم و بر ما ندادن. ناگهان کسی از کلانایشان مار یا گشتم گزید و او مردم آمدن از ما طلب کردن که کسی دم کننده در این موجود است بینتان یا نه. ما گفتیم که همونطور دم نمی کنیم تا وقتی که اجرت بر ما ندی. بازمو بودن که آماده شدن، مردم مالدار بود، یک گرم مال از پیش از یا خواستیم. بعد از او توسط سوره فاتحه او را دم کردیم، جور تیار شد. زمانی که پس آمدیم در گرفتن مال هم اختلاف بود در بین صحابه و پیش پیغمبر علیه السلام آمدیم، موضوع را برش یادآور شدیم که ما خود مقابل دم کردن اینمی مال گرفتیم. پیغمبر علیه السلام ما را تمجید کرد، تایید کرد و گفت که ان حق ما اخذتم به اجرا کتاب الله. لایق ترین چیزی را که شما در مقابلش مزد گرفته او کتاب الله تبارک و تعالی است. چرا؟ رقیه یا دم کردن موضوع علاج است، مثل که یک دکتر تداوی میکنه. از او خاطر پول در مقابل از او گرفتن درست است. یکی در مقابل تلاوتی که برای ثواب میشه، در مقابل از او پول گرفتن.
او به اتفاق علما هیچ کسی هم نیست که حرام برش نگوید. قاری صاحبایی که در تراویح ختمه میکنه و در مقابلش پول میگیره حرام است. کل علمای را حرام گفته، اجماعی است، در این کدام چی دیگری نیست. از او خاطر قاری صاحبا باید پول نگیرن، خاص به خاطر رضای الله تبارک و تعالی همین چیز تراویح بدن، ختم قرآن بده، درست بده. و همچنان بعضی مردم اینجا حیله بازی میکنه، میگه ما در مقابل نماز فرضم جماعتش بده باز ما پول میدیم، یا ایره در مقابل وقتی که در اینجا مصرف میکنه در مقابل وقتش میدیم. ایره میگه حیله ها در دین نیست. چرا؟ اگر همی قدر وقت در اگمای دیگه مصرف کنه همی پول برش میدی، گاهی هم نمیدی. از او خاطری حیله ها به درد نمیخوره. قرائت یا تلاوتی که برای ثواب باشه سر از او پول گرفتن نادرست است. اینجا که صحابه گرفته در مقابل علاج است دم کردن و سوره فاتحه را دم کرده بودن و پیغمبر علیه السلام گفت که شما را کی فهمانده بود یکی سوره فاتحه شفا است، یا شما را کی دانانده بود که بله این دم شوه جور میشه. از همون خاطر است که سوره فاتحه واقعا سر هر مرض بعد دم شوه ان شاء الله الله تبارک و تعالی شفا میده. این نام دیگهش است. یک نام از این به نام واقعه یاد میشه. از وقایه یعنی حفاظت کردن گرفته میشه. واقعه به خاطر میگه برش یک کسی را به نام سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه که از جمله تابعین و محدث بزرگ است، او میگه واقعه از وقا گرفته شده. وقایه به خاطر سوره فاتحه را وقایه میگه که از هر قسم لغزشا، اگر در بخش عقیده است، اگر در بخش عمل است، اگر در بخش اخلاق است، در هر نوع لغزشا انسان نگاه میکنه، حفاظت میکنه، به شرطی که سوره فاتحه را مطلب و مقصدش آدم بدانه. از او خاطری را واقعه میگه. و بعضی مردم ها این صورت به نام کافیه یاد میکنه. کافیه این معنی که کفایت میکنه، ضرورت به دیگه چیز پیدا نمیشه. یحیی ابن کثیر رحمت الله علیه که یکی از جمله محدثین و تابعین است، او میگه این کفایت میکنه از دیگه قرآن کریم. دیگه قرآن کریم از سوره فاتحه کفایت نمیکنه. چی معنی؟ اگر سوره فاتحه را مطلب و مقصدش درک کردی، هیچ ضرورت اگر دیگه به مطالب قرآن هم نداری که تو یاد نداشته باشی. چرا؟ اگر سوره فاتحه را با وجه درست مطلب و مقصدش فهمیدی، بالکل گپی تو کفایت میکنه برات. اما دیگرها را اگر یاد بگیری، سوره فاتحه را یاد نگیری، برای تو کفایت نمیکنه. این سورت به نام سوره کنز یاد میکنه. کنز مو خزانه است که یک کسی دفن میکنه به خاطری که آینده اولادایش را بکشه، از او استفاده بکنه. این را به نام کنز یاد میکنه. سوره فاتحه هم کنز است. چرا؟ به خاطر که کل مضامین قرآن کریم در ضمن خود مثل که در یک معدن مانده باشی، امو قسم نهاده. از او خاطری سوره را به نام کنز یاد میکنه. و همچنان سوره وافیه برش میگه، وفا پورا کردن میگه. ایام سوره فاتحه پورا کننده است تمام مقاصدی که قرآن داره. از او خاطری را وافیه هم میگه. دیگه این سورت به نام اساس القرآن یاد میکنه. اساس تهداب میگه. او سوره فاتحه تهداب قرآن است. کل دیوالا و موره ها سری تهداب زده میشه. یعنی کسی که داخل مضامین قرآن میشه بعد از سوره فاتحه شروع بکنه. و کل احکام قرآن کریم بنا شده سری مضامین فاتحه. چرا که مضامین فاتحه یک دم تشریح عقیده و تصحیح عقیده است. از او خاطر سوره فاتحه هم اینمی قسم اساس قرآن کریم است. اساس یا ام القرآن هر دویش یک معنا داره. ام القرآن یا ام الکتاب. ام الکتاب هم آمده اگنامش و ام القرآن هم آمده. هم اصل میگه اصل قرآن یا اصل مرجع قرآن. بالای سر یعنی تراقی سرم میگه به خاطری که کلی رگای اعصاب در اونجا جمع شده. مادرم میگه به خاطری که طفلش طرف از او رجوع میکنه. کل مضامین قرآن کریم رجوعش طرف سوره فاتحه است. یعنی اجمالا مضامین در اینجا وجود داره. از او خاطر ام الکتاب یا ام القرآن می نامشه. همچنان یک نام خیلی مهم سوره فاتحه به نام تعلیم المسئله یاد میشه. تعلیم المسئله این معنی که ما طریقه سوال از الله تبارک و تعالی یاد میگیریم که چه قسم از الله بخواهیم. الله تبارک و تعالی در سوره فاتحه امی روش سوال کردن برای ما یاد داده. در سوره فاتحه اول ثنا و صفاتای الله تبارک و تعالی ذکر شده که را میگیم توسل به اسما و صفات الله تبارک و تعالی. و هر دعایی که انسان میکنه باید توسل به اسما و صفات الله بکنه. دعاهای قرآنی مکمل توسط اسما و صفات الله توسل شده.
بعد از او ایاک نعبد و ایاک نستعین اظهار عاجزی و اعتراف بندگی است. این را میگه یوم توسل مشروع است، توسل به عاجزی این را میگه. دو قسم توسل در سوره فاتحه در اول ذکر شده. بعد از او مطلب خیلی مهم خود بعد آدم بخواه، آن مطلبی که یقینا رول داشته باشد در زندگی انسان. از او خاطر اینجا الحمدلله رول مهمی که داره هدایت است. اهدنا الصراط المستقیم از الله تبارک و تعالی آن چیزی که خیلی اهمیت داره برای بنده اونمور از الله تبارک و تعالی طلب میکنیم. بخش اهدنا الصراط المستقیم تشریح میکنیم که هدایت چقدر امر ضروری برای بندگان الله تبارک و تعالی است. پس بر ما طریقه سوال کردن معلوم شد که ما همیشه از الله میخواستیم یک چیزی را باید چیزی را بخوایم که خیلی مهم باشه و دیگه وقتی که میخوایم توسل بکنیم اسماء و صفات الله تبارک و تعالی را و اظهار عاجزی و بندگی خود بکنیم و بگیم که این عبادت یا الله خالص برای تو انجام دادیم، تو اینمی مشکل مرا حل بکو. یعنی طریقه دعا یا نامش که تعلیم المسئله بوده. دیگر نام ازی به نام سبع المثانی یاد شده. سبع المثانی 7 آیت مکرر میگه. سوره فاتحه را به خاطر سبع المثانی میگه که 7 آیت است و مکرر خوانده میشه در هر رکعت نماز. اگرچه بعضی مکرر مراد از پیش نزول 2 دفعه نازل شده نمیگه که یکی چیسته در مکه مکرمه نازل شده و یک مرتبه در مدینه، لیکن قول مرجوح است. قول راجح است که نه آیاتای هفتگانی ازی در هر رکعت نماز مکرر خوانده میشه. از خاطر روی سبع المثانی میگه. قرآن عظیم هم میگه. چرا در حدیث پیغمبر علیه الصلوة و السلام ایره قرآن عظیم هم خطاب کرده. سعید ابن المعلا رضی الله عنه میفرما که ما یک روز در مسجد داخل شدم و وقتی که در مسجد داخل شدم نماز در گوشه نماز میخواندم. پیغمبر علیه السلام برای ما آواز داد. پس از نماز پیش از او رفتم و برای ما گفت که چرا نآمدی؟ گفتم که من نماز میخواندم. گفت که چرا؟ آیا الله و رسول چی نکرده ایره؟ وقتی که الله و رسول برات آواز بده تو باید بپذیری، توی گپ نمیفهمی. بعد از او گفت که قبل از اینکه از مسجد برای ما بگو که ما یک چیزی برات میگویم. میگم ما وقتی که بیرون برآمدن شروع شد با پیغمبر علیه السلام یادآور شدم که یا رسول الله تو وعده کرده بودی که یک چیزی برای ما میگی. بعد از پیغمبر علیه السلام گفت که تو میفهمی که سبع المثانی و قرآن عظیم کدام است؟ و گفتم که الله و رسولش میدونه. گفت سوره فاتحه است. با کسی که سوره فاتحه علمش حاصل شود علم سبع المثانی و چیسته علم سبع المثانی برش حاصل است. از او خاطری را سبع المثانی هم میگه، قرآن عظیم هم میگه. دیگر نامش به نام مناجات یاد میشه. سوره فاتحه یقینا مناجات راز و نیاز با امر الله تبارک و تعالی را میگه. معنا و مفهوم سوره فاتحه را که آدم بفهمه مکمل راز و نیاز است. الحمدلله رب العالمین صفات الله را کرده میری تا مالک یوم الدین. بعد از میگی یا که نعبدو خاص تو را عبادت میکنیم. ولی عبادت ها اقسام داره هر کدام کی باشه. و بعد از او اهدنا الصراط المستقیم برای درست مرا راهنمایی بکن. میگی این کمال چیسته نیاز اظهار نیاز است، حاجتمندی است برای الله تبارک و تعالی. از او خاطر سوره را به نام سوره مناجات هم یاد میکنه. سوره را دیگه به نام سوره تفویض یاد میکنه. تفویض میگه سپردن، هر چیز با الله حواله کردن. در سوره فاتحه امی گپ بری خود انسان شده. ایاک نعبدو میگی خاص تو را عبادت میکنیم و ایاک نستعین خاص از تو امداد طلب میکنم. تمام مشکلات خود حواله الله تبارک و تعالی میکنی. از همون خاطر انسان در عبادت خود به 2 چیز ضرورت داره، خوف و رجا. ایاک نعبدو خوف است. ایاک نعبدو خاص تو را عبادت میکنم یا الله که تو قبول میکنی یا نمیکنی. و ایاک نستعین اینجا رجا امید داری که ما از تو امداد طلب میکنم و تو دعای مرا قبول میکنی. از او خاطری را سوره تفویض هم میگه. به نام سوره نور هم یاد میشه. در حدیث پیغمبر علیه الصلوة و السلام میفرما که در روز قیامت سوره فاتحه با امرای آل عمران میاد. در حدیث همینطور میاد که ابشر بنورین، خوشخبری حاصل بکو به 2 نور. اوتیتهما که بری تو داده شده، لم یؤتهما که هر دویشان داده نشده. ای نبیون به یک پیغمبر قبل که پیش از تو داده شده باشه. یکیش فاتحه الکتاب است، یکیش خاتمه سوره بقره است. یعنی خاتمه اولی چیسته سوره فاتحه و آخر سوره بقره در روز قیامت بالای خواننده ازی روشنی میکنه، یعنی می درخشه و راه را پیدا میکنه در روز قیامت. از او خاطر سوره را به نام سوره نور هم یاد میکنه. سوره سوال برش میگه
چون این صورت مشتمل به سوال است، اهدینا الصراط المستقیم، از دو خاطری سوره سوال میگه. و همچنان سوره شافیه برش میگه، یکی شفا بود مصدر، یکی شافیه یعنی شفا دهنده. منظور است که الله تبارک و تعالی توسط اینمی چیست قرآن کریم برای شما شفا میده. یعنی یکی از اسباب و وسایل شفا که در اونجا صحت عقیده و عمل است، اینمی ترجمه قرآن کریم است که الله نصیب کلگی بگردانه. این بود نامهای سوره فاتحه که 22 نام بود. این نامها خودش دلالت بالای فضیلت و مقام و منزلت سوره فاتحه میکنه، چرا که هر چیز که نام زیاد داشته باشه فضیلت زیاد هم داره. مثل سوره اخلاص واری هم 22 نام داره، پشتی سر میاد ان شاء الله. این سورت از او خاطر اهمیت خیلی بسزای داره. سوره فاتحه اهمیت دیگه هم داره، چون که در نماز خوانده میشه، در هر رکعتش باید هر مومن مطلب و مقصد سوره فاتحه را یاد داشته باشه و بدانه که سوره فاتحه چی مقصد و غرض داره. ان شاء الله اینا باز شروع میکنیم در تفسیر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا میکنیم که الله تبارک و تعالی و شما را توفیق مزید نصیب بکنه در فهم معانی قرآن کریم و تطبیق عملی قرآن. در همه رشته های خدمت قرآن کریم الله ما را محروم نسازه. الله کسی که در درس‌ها شریک میشه کل حاجت ها و مشکلاتشان نه الله برآورده بسازه و یار مصدر خدمت قرآن بگردانه. الله توفیق دعوت قرآن نصیب ما بکنه. همه مشکلات مسلمان ها را در سر تا سر جهان، خصوصا از ملت مظلوم ما را الله مشکلاتش حل بگردانه. مجاهدین مسلمان در هر سرزمین الله کامیاب کنه، همه استراب و پریشانی را از ما دور کنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.